سلام بچه، چطوری؟ من ارچه هستم. امروز اومدیم یه ویدیو دیگه. بچه همونطور که میدونین امروز من شاهکارهای ماینکرافتی اومدیم سرور ماینبری اومدیم یکم بدوارز بزنیم. همونطور که میدونین قراره یه دونه یا خدا جمعیت و قراره یه دونه تکسچر پک یا همون بهتره بگم ریسورس پک مخصوص پی وی پی و بدوارز بهتون معرفی کنم. خیلی خفنه. داریم میریم تو مش کم کم. عالیه. من خودم همیشه از اون استفاده میکنم. بچه خیلی خفنه. بریم حالا بهتون نشون بدم. این که شمشیرشه، میبینید چقدر کوچولو. اکثرا به خاطر یک FPS 2 شمشیرهای کوچولو وسایل کوچولوش انتخاب میکنن. وولش هم جالبه. FPS هم میبره بالا خدایی. و بریم توی فایت و اینا که ببینیم چجوریه این ریسورس پک. وولا بچه وولاش این شکلیه. اینا نگاه این شکلیه. همونطور که میبینین کلا همه چی دیگه کوچولو میشه دیگه. شمشیرش که دیگه اصلا از همه چی کوچولو تره. بله منم که سولو شدم تمام. یارم لفت داد یعنی و دابل دیگه. فقط من موندم الان توی دابل. فقط من موندم. شانس مایه. بچه لایک و کامنت دنبال کردم فراموش نشه. لینک چنل تلگرام رو توی توضیحات میذارم. لینک دانلود همین تکسچر پک هم میذارم. حتما برای رو سرور 1.8.9 دانلود کنین، چون که غیر از اون میگم سرور ورژن 1.8.9 دانلود کنین، چون غیر از اون نمیاره دیگه. یعنی این کار نمیکنه. من که همون 1.8.9 همیشه بازی میکنم. و بچه قرار کلی از این به ویدیو داشته باشیم. حمایت فراموش نشه. دمتون گرم. بریم دیگه ادامه ویدیو ببینیم چی قراره بشه. من یک عدد از اینا میگیرم. این 50 تا ایرون میخواد. 4 تا گلد میخوام الان. خب این یه دونه از این سطل آبا به نظرم خوبه واسه این کار. بچه نقشم اینه. میخوام اینجوری یه دونه از اینا درست کنم. الان فقط باید دف بدم چون که یارامم نیستن. یعنی بهتره بگم یارم نیستش و بهتره الان فقط دف بدم. اینم میایم اینجا. یا خدا. Goodbye. بدم ازت. جرأت داری وایس. بدم ازت به همین سادگی. ولی خب بچه واسه پی وی پی عالیه. من که خودم همینو پیشنهاد میکنم واسه پی وی پی. دیدین که هر دوتاشونم به راحتی زدم. دابل بود دیگه. خیلی راحت تونستم هر دوتاشونم بزنم. عادیه اینجور پی وی پی ها با این ریسورس پک. خیلی عادیه. من که خودم حتی بدمونم میره زیاد چیز نمیشم. استرسی نمیشم چون این واسه پی وی پی عالیه. الان یه نفر داره میاد از گروه رد. یا خدا یا خدا یا خدا. ای بابا نرسیدم. آره در کل اینجوری بود. خب بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت دنبال کردم فراموش نشه. خیلی ممنونم. حمایت فراموش نشه. توی چنل تلگرام و چنل یوتیوب دنبال کنید ما رو. ساب کنید. جوین بدید تو چنل. چنل آپاراتمون رو دنبال کنید. لایک و کامنت دوباره میگم فراموش نشه. نظری داشتین مشکلی داشتین حتما بگین. رفعش میکنم. ویدیوهای ما رو دنبال کنید. خیلی عشقید. فعلا گود بای.